بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین محمد و علی آله و صحبه اجمعین و بعد. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدید برنامه قهرمانان و با قهرمان جدیدی خدمت شما عزیزان هستیم. البته در خلال این نام هایی که ما از قهرمانان را انتخاب کردیم، این چند تا نیستن، بلکه قهرمانان تاریخ اسلام به هزاران تن میرسد که جمع کردن آن همه خیلی مشکل و دشوار هست. ما فقط به عنوان قطرات از آب دریا نمونه های بارزی از آن قهرمانان تاریخ اسلام را خدمتتان به عرض میرسانیم. اما فراموش نکنیم که در تاریخ اسلام وقتی که ما واقعات و احداث را مطالعه میکنیم و میخوانیم، نشیب و فرازهای وجود دارد. یعنی در جای ما میبینیم که لشکر اسلام رومی ها را شکست میدهند، فارس را شکست میدهند، هند را فتح میکنند، چین را فتح میکنند. اما در تاریخ اسلام ما متاسفانه داستان هایی داریم که مسلمان ها میان خود درگیر میشوند و آنجا هم زیادی از مسلمانان تلفات میدهند. تلفاتی در آن جنگ ها که میان مسلمان ها رخ داده است داریم. بدون شک این همه به مشیت الهی هست، اولا تا آزمایش کند که ببیند کی در کجا و چگونه هست. پس امیدوار هستم وقتی که داستان های زیبایی از فتوحات اسلامی را میشنویم خوشحال میشویم و وقتی که داستان‌های اندوهگین و غمگینی که میان مسلمانان رخ می‌دهد را اشاره می‌کنیم و هم جزئی از این تاریخ هست، متاسفانه به آن هم اشاره می‌کنیم تا بیاموزیم. ما باید بیاموزیم، به هر حال ما باید از تاریخ این ابرمردان خود بیاموزیم. اینها روزهای خوب و بدی را سپری کردند، ما باید از تاریخ اینها بیاموزیم. اگر فراموش نکرده باشید، قبل از اینکه من قهرمان این برنامه را معرفی بکنم، ما در قسمت گذشته برنامه قهرمانان وقتی که در مورد عبدالرحمن داخل صحبت می کردیم، از ظلم و جور عباسیان علیه امویان بحث کردیم و صحبت کردیم. این گونه در ذهن شما خطور نکند که خلافت عباسیان شاید خلافت ظالم، یک حکومت جابر ظالمی بوده است. نه خیر، گفتیم تاریخ ما دارای نشیب و فراز هست. اگر از یک طرف ظلم و تعدی در حق بعضی ها صورت گرفته است، از سوی دیگر ما میبینیم که خلفای دیگری بنو عباس آمدن خدمات عظیم الشان برای اسلام و مسلمانان کردند که ما نمیتونیم او را فراموش بکنیم. خب اگر ما در مورد ظلم های بعضی خلفای اموی میگوییم، بعضی والیان اموی میگوییم، نمیتوانیم که تاریخ درخشان آنها، نیکی های آنها را فراموش بکنیم که آنها اسلام را از دمشق گرفته تا قلب اروپا رساندن و آن طرف تا چین رساندن، آن طرف تا بخارا و سمرقند رساندن. ما نمیتوانیم اینها را نادیده بگیریم. خب هر دو بخش جزئی از تاریخ ما هستند، جزئی از تاریخ اسلام هستند. ما باید از هر دو بخش پندهای لازم، عبرتهای لازم و درسهای لازم را بگیریم. قهرمان امروز ما هارون الرشید هست. بله، هارون الرشید خلیفه معروف از خلفای عباسی، خلیفه که او را مورخین خلیفه عبادت و جهاد نامیدند، چون هم به عبادت شوق و رغبت داشت و هم به جهاد و معرکه شوق داشت و زندگی خود را قسم تنظیم کرده بود که بعضی مورخین میگویند که 1 سال به جنگ میرفت، به جهاد میرفت و 1 سال برای حج سفر میکرد. قهرمان امروز ما هارون الرشید، یکی از خلفای معروف بنو عباس یا عباسیان هست. هارون الرشید چون یکی از خلفای بنو عباس است، ظاهر است که در خانواده خلافت به دنیا آمده و مثل سایر فرزندان مسلمانان در آغاز قرآن کریم را می آموزد، علوم ابتدایی را می آموزد و سپس اسب سواری، نیزه زنی، شمشیر زنی را می آموزد، قسمی که عادت عرب ها بود و سپس در میان مسلمانان نیز این
چیز عادتشان بود. در مورد این قهرمان ما ابن خلکان میگوید که کان هارون الرشید من انبل الخلفاء و احشم الملوک ذا حج و جهاد و غزو و شجاعت و رأی. هارون الرشید از هوشیارترین و عاقلترین خلفای اسلام بود و از باوقارترین پادشاهان مسلمانان بود. صاحب حج و جهاد بود که 1 سال به حج میرفت و 1 سال برای جهاد بیرون میشد. در نبردها حاضر میشد. مرد شجاع بود و صاحب رأی و صاحب عقل درست و عالی بود. هارون الرشید در سال 148 هجری در رأی، یکی از شهرهای خراسان، به دنیا آمد چون پدرش والی رأی بود. در همان سن نوجوانی از خود شجاعت و مردانگی و از خود ذکاوت و فهمی نشان میداد که پدرش بر او اعتماد میکرد و قبل از اینکه به سن 20 سالگی برسد پدرش در بسیاری از معرکه ها او را به حیث سپهسالار یا به حیث فرمانده میفرستاد. وقتی که به خلافت میرسه و به عنوان خلیفه مسلمانان تعیین می شود، به عمر 25 سالگی خلیفه مسلمانان می شود که بعد از برادرش هادی به این منصب می رسد. اولا در باب عبادت باید بگوییم که این خلیفه ما چقدر عبادت گذار بود. این قهرمان ما تنها در میدان نبرد نه، بلکه در میدان عبادت نیز یک نمونه‌ای بود، یک الگویی بود. خطیب بغدادی از بعضی یاران و دوستان هارون الرشید نقل می کند که هارون الرشید گاه در یک روز 100 رکعت نماز می خواند و روزانه 1000 درهم از مال خالص خود در راه خدا خرج می کرد و هر سالی که برای حج می رفت 100 تن از علما و فقها را با فرزندانشان با تمام مصارفشان خودش به حج می برد و سالی که خودش به حج رفتن نمیتونست با 300 تن از علما و فقها را به حج می فرستاد. ذهبی در تاریخ خود نقل می کند که هارون الرشید در سال 179 هجری وقتی که برای ادای عمره در ماه مبارک رمضان رفت، از عمره برنگشت، باقی ماند تا که حج داخل شد و حج را انجام داده برگشت. یعنی میان رمضان و حج 3 ماه فاصله داره. تا 3 ماه هارون الرشید در مکه مکرمه باقی میمانه تا که فریضه حج را انجام دهد. در مورد این خلیفه و مزایای این خلیفه و خصلت‌های خوب این خلیفه علما اقوال زیادی دارند. در مورد اینکه چقدر پندپذیر بوده، چقدر از وعظ و نصیحت متأثر می شده. ابن سیماک میگوید که من نزد هارون الرشید بودم که او آب خواست، 1 گلاس آب خواست، برایش آب آوردن. وقتی که او آب را به دست گرفت، ابن سیماک میگوید که من پرسیدم ای امیر المؤمنین، ای خلیفه مسلمانان، اگر از نوشیدن این آب منع شوی، کسی تو را اجازه نوشیدن این آب را ندهد، حالا دیگه تشنه هستی، به خاطر نوشیدن این آب چقدر پول میپردازی؟ این 1 گلاس آب را با چقدر پول میخری؟ هارون الرشید گفت در همین حالت که تشنه هستم، اگر کسی از این آب منع بکند، من نصف ملک و پادشاهیم را میدهم تا این آب را برایم بدهد. گفت بنوش نوش جانت ای امیر المؤمنین. هارون الرشید این آب را نوشید. سپس ابن سیماک گفت ای امیر المؤمنین، حالا این آب را نوشیدی و بعد اگر بول میآید دیگه، اگر بولت منع شود، پیشاب نیاید، خب یک مرض خطرناکی است که پیشاب انسان بند بزنه و نیاید، بول انسان نیاید. ادرار اگر نیاید و بند بزنه خیلی مشکل هست. باز چی میکنی؟ با چقدر پول آماده هستی که بده تا راه ادرارت باز شود؟ هارون الرشید گفت کل ملکم را میدهم تا راه ادرارم باز شود. اینجا ابن سیماک گفت ای امیر المؤمنین، یک ملک و پادشاهی که به اندازه 1 گلاس آب ارزش ندارد و اهمیت نداره،
و به اندازه یک بار ادرار کردن اهمیت و ارزش نداره، آیا این چیزی است که مردم بالای آن تنافس بکنن و منافسه بکنن با یکدیگر درگیر شوند؟ اینجا هارون الرشید به اندازه گریه کرد که ریشش تر شد. منصور ابن عمار میگوید که من 3 نفر را دیدم وقتی که پند و نصیحت میشدن اقدر گریه میکردن که ریششان تر میشد. از آن جمله یکی فضیل ابن عیاض محدث و فقیه معروف و یکی هارون الرشید را نام میگیرد و یک کسی سوم را نام میگیرد که اینها وقتی که وعظ و نصیحت میشدن به اندازه گریه میکردن که ریشهایشان تر میشد. آیا این خلیفه مسلمانان است؟ آیا این امیر المؤمنین است که روم و فارس و هر طرف از هیبت اینها در لرزه می آید، اما خودشان با یک وعظ، با یک نصیحت کوچک به گریه می شوند که ریشهایشان را تر می کنند. هارون رشید تنها در این میدان نیست، در میدان علم و دوست داشتن علما نیز نمونه‌ای بود. آیا می دانید که هارون الرشید وقتی که خلیفه مسلمانان بود 2 فرزند خود را، امین و مأمون که بعدا آنها نیز خلیفه شدند، 2 فرزند خود را با خود میگیرد و به مدینه منوره نزد امام اهل سنت، امام دارالهجره، امام مالک رحمه الله میروند تا از او معطای او را بشنوند؟ آیا تعجب نمی کنید که خلیفه مسلمانان، ابر قدرت آن زمان، ابر مرد آن زمان هارون الرشید با 2 فرزند خود به مدینه منوره می رود و پیش روی امام مالک رحمه الله زانوی تلمذ می زنند تا از او احادیث مصطفی صلی الله علیه و سلم، کتاب حدیث امام مالک، معطای امام مالک را بشنوند. این دلالت بر این می کند که این ابرمرد ما، این قهرمان ما چقدر دوستدار علم و دانش بوده، چقدر دوستدار علما بوده است. آیا می دانید که زمانی که عبدالله ابن مبارک وفات می کند، محدث معروف، عالم بزرگ جهان اسلام در عصر خود، عبدالله ابن مبارک وقتی که وفات می کند، خبر مرگ عبدالله ابن مبارک به هارون الرشید خلیفه مسلمانان می رسد، اقدر گریه می کند که ریشهایش تر می شود، به عزا می نشیند و بزرگان مسلمانان می آیند به او تعزیت می کنند وفات این عالم جلیل را. آیا سراغ دارید که هیچ حاکمی، هیچ پادشاهی اینقدر به خاطر وفات یک عالم اندوهگین شوند؟ آیا واقعا این قهرمان نیست؟ این ابرمرد نیست که به خاطر وفات عبدالله ابن مبارک رحمه الله تعالی اینقدر اندوهگین می شود که به عزا می نشیند؟ ابو معاویه زریر محدث دیگری میگوید که هرگاهی که نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نزد هارون رشید گرفته میشد، میگفت صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علی سیدی و درود میفرستاد بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. میگوید که من یک باری به او حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را به هارون رشید خواندم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که کاش من در میدان معرکه در مقابل دشمنان الله شهید می شدم و باز زنده می شدم، دوباره در راه الله شهید می شدم، باز زنده می شدم، باز هم در راه الله شهید می شدم. وقتی که این حدیث را خواندم، هارون الرشید به حد گریه کرد که ریشهایش، لباسهایش تر شد با شنیدن این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. روایت های زیادی از هارون الرشید در این مورد هست که علما نقل می کنند، اما در عهد این ابرمرد ما نیز یک واقعه و داستان دردناک و اندوهناک رخ داد و او عبارت از فتنه برای مکه بود که افراد برای مکه کشته شدند. برای مکه از مخلصان اینها بودن، خب روی یک سوء تفاهم یا روی یک غلط فهمی یا هم روی حیله و چال بعضی دشمنان بالاخره حادثه فتنه برای مکه در عهد هارون رشید رخ داد که او خیلی دردناک است، با آن نمی پردازیم. اما
یک داستان دیگری از این ابرمرد را من میگویم خدمتتان عرض میکنم تا بدانید که واقعا این قهرمان بوده است یا خیر. هارون الرشید پیامی دریافت میکنه از سوی نقفور که شاه رومیا بود. نقفور پیام میفرستد به هارون الرشید بعد از اینکه او شاه رومیا میشود، به هارون الرشید پیام میرسد که عنوان پیامش این است: از سوی شاه روم به سوی هارون شاه عرب. و سپس میگوید که قبل از این ملکی که شاه رومی ها بود، عهدی که با تو بسته بود ای هارون، ما او را نقض میکنیم و میشکنیم. چون او خانومی بوده، شاید عقلش درست کار نکرده و با تو همچون پیمانی بسته و سالانه برای تو اینقدر جزیه میدادن. و از تو میخواهیم ای هارون تمام مالهایی را که آن ملکی ما به سوی شما به عنوان جزیه فرستاده بود به سوی ما برگردانید و یا هم شمشیر میانمان فیصله میکند. وقتی که این پیام نقفور را هارون رشید میخواند، به اندازه غضبناک و خشمگین میشود که اهل مجلس از ترس و خوف خلیفه میخیزند، مجلس را رها میکنند، بیرون میشوند. اینجا هارون الرشید رنگ و قلم را طلب میکند، در عقب نامه نقفور می نویسد: من هارون الرشید امیر المؤمنین الی نقفور کلب الروم. به همین عنوان نوشته می کند که بسم الله الرحمن الرحیم، از سوی هارون الرشید امیر المؤمنین به سوی نقفور سگ روم. اکرمکم الله. میگوید من پیام تو را خواندم ای نقفور، اما پاسخ آن است که با چشمانت خواهی دید، نه آن که بشنوی. از همینجا بلند می شود و لشکر بزرگ را آماده می کند. خودش این لشکر را گرفته به سوی روم حرکت می کند تا آنکه به روم می رسد و در مقابل نقفور جنگ معروف رخ می دهد و در این جنگ نقفور شکست می خورد و دوباره به صلح آماده می شود و با ذلت و خواری جزیه را قبول می کند و هارون الرشید فاتحانه از اینجا برمی گردد. آیا این خلیفه ما یک قهرمان واقعی نبود؟ واقعا قهرمان بود. در زمان هارون الرشید رفاه و آسایش میدانید به چه حد رسیده بود؟ روزی هارون الرشید در بغداد قدم میزد، ابری آمد از بالای سرش عبور میکرد. هارون الرشید سرش را بلند کرد به سوی ابر، گفت امطری اینما شئتی، برو ای ابر، برو هر جا که میخواهی ببار، هر جایی که میخواهی ببار، روی هر کشور و هر منطقه‌ای که میباری ببار، اما فراموش نکنی که از تو غله‌ای که بیرون میشود، حبوباتی که بیرون میشود، از خراج آن پس نزد من میرسد. برو هر جایی که میباری ببار، نتیجه باران تو همین حبوب و دانه هاست، بله خراج تو پس به سوی من برمیگردد. در مورد واردات در زمان هارون الرشید گفته می شود که واردات بیت المال مسلمانان در عهد هارون الرشید بیشتر از 70 میلیون دینار بود. بیشتر از 70 میلیون دینار بود. این همه از فتوحات مسلمانان، از غنایم مسلمانان و از خراجی که بالای کافران در اقصا نقاط جهان تعیین کرده بودند، مقرر کرده بودند می آمد. این ابرمرد ما روزی خواب می بیند. خوابش چنین است. هارون الرشید می گوید که در خواب دیدم کف دستی هست و در آن یک مشت خاک سرخ است و صدایی می شنوم که می گوید که این خاک امیرالمؤمنین است. بعد از این خواب، بعد از چند مدتی هارون الرشید راهی خراسان می شود. در منطقه توس یا مشهد امروزی، بله مشهدی که امروز در ایران هست، در منطقه مشهد می رسد، مریض می شود. این قهرمان ما هارون الرشید در مشهد ایران مریض می شود. اینجا به خادمش می گوید که برو یک کمی از خاک این سرزمین بیار. این خادم می رود، خاک از زمین مشهد را می گیرد و نزد
امیرالمؤمنین خلیفه مسلمانان هارون الرشید میارد. هارون الرشید به مجردی که این کف خادم را با آن خاک سرخ میبیند فوراً خوابش به یادش میآید، میگوید والله این همان خاک و همان کفی هست که در خواب دیده بودم و یقین میکند که اینجا دیگه وقتش به پایان رسیده و اینجا وفات میکند. به اطرافیانش امر میکند که بروید قبر من را بکنید. خودش مریض است، اطرافیانش میروند قبرش را میکنند و سپس میگوید که من را ببرید نزد قبرم که قبرم را ببینم. این را میبرند نزد قبرش، بالای قبرش استاد میشود و داخل قبر را میبیند. میگوید الهنا تصیر یا ابن آدم، ای ابن آدم مسیر تو، بازگشت تو، خانه پایانی تو همین قبر است. تو امیرالمؤمنین هستی، تو خلیفه مسلمانان هستی، تو ابرمرد اسلام هستی، تو قهرمان از قهرمانان تاریخ درخشان اسلام هستی، تو شاه هستی، گدا هستی، فقیر هستی، مسکین هستی. نتیجه پایان همین 1 یا 2 متر زمین هست، حفره هست، کندکی هست که تو را اونجا میگذارن. اینجا هارون رشید باز هم مثل همیشه خیلی زیاد گریه میکند، ریش‌هایش تر میشود و میگوید مرا برگردانید. او را برمیگردانند به بسترش و بعد از 3 روز در آنجا وفات میکند و در مشهد در همانجا دفن میشود که بعضیا میگن امروز قبر او را به عنوان قبر امام رضا شیعیان پرستش میکنند، اما در آنجا امام رضا الله اعلم هست یا نیست، اما قبر هارون الرشید در مشهد است. خداوند جنت ها را نصیب این قهرمان و سایر قهرمانان ما بگرداند. امیدوار هستم که از داستان این خلیفه عظیم از خلفای بنو عباس و از خلفای مسلمانان خوشتان آمده باشه، مورد پسندتان قرار گرفته باشه. همه شما عزیزان را تا برنامه بعد و با قهرمان جدید برمیگردم ان شاء الله. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.